شجاعت در برهوت، جستجوی تعلق واقعی و شجاعت دستیابی به خود اتکایی. برنه براون، ترجمه سید فرزانه حسینی، نشر میلکان. فصل اول، همه جا و هیچ جا. نوشتن را که آغاز می کنم، حس می کنم ترس مرا می بلعد. این حالت مخصوصاً وقتی بیشتر به من دست می دهد که متوجه می شوم یافته های تحقیقم دارد باورها یا ایده های ریشه‌دار را به چالش می کشد. وقتی این اتفاق می افتد خیلی طول نمی کشد که این افکار به سراغم می آید. آیا اجازه دارم این حرفها را بگویم؟ اگر ایده های مردم را به پرسش بکشم، واقعاً آنها را ناراحت نمی کنم؟ وقتی در این شرایط نامطمئن و خطرناک پرمخاطره قرار می گیرم، دنبال الهام گرفتن از نوآوران و معترضان شجاع می روم. چرا که شجاعت آنها مصری است. هر چیز را که درباره آنها باشد و بتوانم به آن دست پیدا کنم می خوانم و تماشا می کنم. هر مصاحبه، هر مقاله، هر سخنرانی، هر کتاب. تا هر وقت برایم لازم باشد این کار را ادامه می دهم. تا درست وقتی به آنها نیاز دارم. یعنی همان زمان که در ترس و هراس زندگی می کنم کنارم بنشینند و تشویقم کنند. مهمتر از آن، وقتی با نظارت خودشان کار کنم کمتر گزافه گویی می کنم. ایجاد این روند زمان بر بود. در سالهای اول عکس این رویکرد را امتحان کردم. یعنی ذهنم را با حرفهای منتقدان و مخالفان همیشگی پر کردم. پشت میز کارم می نشستم و چهره آنها را تصور می کردم. استادانی که کمتر از همه دوستشان داشتم، خشن‌ترین و بدگمان‌ترین همکاران و بی‌رحم‌ترین منتقدان آنلاین. فکر می‌کردم اگر بتوانم آنها را راضی یا دست کم ساکت نگه دارم، شرایطم خوب خواهد شد. نتیجه آن بدترین سناریوی ممکن برای یک محقق یا متخصص اجتماعی بود. یافته‌هایی که آرام آرام روش‌های کلیشه‌ای مشاهده دنیا می‌شد. یافته‌هایی که با دقت ایده‌های کلیشه‌ای مشاهده دنیا را به چالش می‌کشید. اما این کار را بدون اینکه کسی را ناراحت کند انجام می‌داد. یافته‌ها مطمئن، فیلتر شده و خوشایند بودند. اما به هیچ یک از آنها نمی‌شد اعتماد کرد. این نوعی باج بود. برای همین تصمیم گرفتم آن مخالفان همیشگی و ترس‌آفرین‌ها را بیرون کنم. به جای آنها مردان و زنانی را کنارم جمع کردم که دنیای خود را با شجاعت و خلاقیت شکل دادند. افرادی که حداقل گاهی دیگران را ناراحت می کند. آنها از گروه‌های مختلفی هستند. یکی از آنها جی.کی. رولینگ است. نویسنده کتاب هری پاتر که خیلی به آن علاقه دارم. وقتی با این موضوع دست به گریبانم که چطور دنیای جدید و عجیب ایده هایی را معرفی کنم که به تازگی از تحقیقم پیدا شدند، به سراغ او می روم. او را تصور می کنم که به من می گوید دنیاهای جدید مهمند، اما نمی توانی فقط آنها را توصیف کنی. داستانهایی برایمان بگو که آن دنیا را بسازد. مهم نیست دنیای جدید چقدر وحشی یا عجیب به نظر بیاید. خودمان آن را در داستان خواهیم دید. وقتی گفتگوهای آزاردهنده درباره نژاد، جنسیت یا طبقه در جریان باشد، نویسنده و کنشگر مشهور بل هوکس در نظرم می آید. او قداست آموزاندن و اهمیت زحمت در مسیر یادگیری را به من آموخت. وقتی بی‌صبر می‌شوم و به جزئیات گفتگوهایی که به داستان من معنا می‌دهد اعتنا نمی‌کنم، به من سقلمه می‌زند. اصرار می‌کند ما را هم با خود به دل داستان ببر. سر و کله موسیقیدانان و هنرمندان متعددی هم پیدا می‌شود که از جمله آنها اپراست. نصیحتش را در مطالعات و تحقیقاتم دنبال می‌کنم. فکر نکن که می‌توانی در زندگی و کارت شجاع باشی و هرگز کسی را ناامید نکنی. این روش جواب نمی‌دهد. اما مایا آنجلو قدیمی‌ترین و ثابت قدم‌ترین مشاورم است. 32 سال قبل وقتی در کالج درباره فن شاعری تحقیق می‌کردم، شعر هنوز برمیخیزم او را خواندم و همه چیز برایم تغییر کرد. این شعر قدرت و زیبایی بی‌نظیری داشت. هرچه کتاب و شعر و مصاحبه از او پیدا کردم جمع کردم. کلماتش به من آموزش داد، من را جلو راند و برایم شفابخش بود. او سرشار از شادی و بخشندگی بود.
اما یک نقل قول از مایا آنجلو بود که عمیقاً با آن مخالف بودم. نقل قولی بود درباره وابستگی که وقتی دوره‌ای درباره نژاد و طبقه در دانشگاه هیوستون برگزار می‌کردند به آن برخوردم. دکتر آنجلو با بیل مویرز مصاحبه‌ای تلویزیونی داشت که در سال 1973 پخش شد. او در این مصاحبه اظهار کرد تنها وقتی آزادید که بدانید به هیچ جا وابسته نیستید. به همه جا تعلق دارید و به هیچ کجا. قیمت گزافی دارد اما پاداش آن عظیم است. خوب به خاطر دارم حین خواندن آن نقل قول به چه چیزی فکر می کردم. فکر می کردم این اشتباه است. اگر به هیچ جا وابسته نباشیم دنیا چطور جایی می شود؟ فقط همزیستی یک دست انسان تنها. فکر کردم او قدرت تعلق و وابستگی را درک نکرده است. تا 20 سال بعد هر وقت آن نقل قول را جایی می دیدم ناگهان احساس عصبانیت می کردم. چرا باید این را بگوید؟ این حرف درست نیست. تعلق و وابستگی ضروری است. باید به چیزی، به کسی یا به جایی وابسته باشیم. خیلی زود متوجه شدم این عصبانیت دو منبع دارد. اول اینکه دکتر آنجلو آنقدر برایم ارزشمند بود که نمیتوانستم قبول کنم درباره مسئله اساسی با هم اختلاف داریم. دوم اینکه نیاز داشتم همرنگ جماعت باشم و درد بی‌تعلقی و نداشتن وابستگی یکی از دردناکترین موضوعات در زندگی من بود. نمیتوانستم ایده تعلق به هیچ جا را در حکم تعریفی از آزادی بپذیرم. این احساس که هرگز به جایی واقعا تعلق نداشتم بزرگترین درد من بود. عذابی شخصی که در بیشتر دوران پیش از بلوغم احساس می کردم. این حس برای من به هیچ وجه به آزادی تعبیر نمی شد. تجربه بی‌تعلقی نشانگرهای زمانی زندگی منند که خیلی زود پدیدار شدند. مهد کودک و پیش دبستانی را در مدرسه ابتدایی در کرانه غربی نیواورلان گذراندم. سال 1969 بود و هرچند نیواورلان شهری شگفت‌انگیز بود و هنوز هم هست، غرق در نژاد پرستی بود. سالی که من وارد مدرسه شدم اولین سالی بود که نژاد پرستی رسما از مدارس حذف شده بود. درباره اتفاقات اطرافم چیزی نمی‌دانستم یا خیلی کم آن را درک می‌کردم. خیلی کم سن و سال بودم، اما می‌دانستم مادرم صریح و سرسخت است. او خیلی سعی می‌کرد صدایش را به گوش دیگران برساند و حتی نامه‌ای به تایمز نوشت تا مشروعیت چیزی را به چالش بکشد که امروز آن را نسبت دادن مشخصه اخلاقی یا رفتاری به یک نفر تنها بر اساس رنگ پوست و نژاد می‌نامیم. می‌توانستم انرژی اطراف او را احساس کنم. اما او هنوز هم برای من یکی از اعضای انجمن مادران کلاس درسم بود. کسی که پیراهن زرد یک دستی تن خودش، من و عروسک باربیم می‌کرد. از تگزاس به آنجا آمده بودیم و این برایم دشوار بود. شدیداً دلتنگ مادر بزرگم بودم، اما مشتاق بودم در مدرسه و محله‌های نزدیک مجتمع آپارتمانیمان دوستان جدید پیدا کنم. اگرچه همه چیز خیلی سریع پیچیده شد. فهرست کلاسی برای تعیین همه چیز به کار می رفت. از حضور و غیاب تا دعوتنامه‌های جشن تولد. روزی همکار مادرم که مثل او از اعضای انجمن مادران مدرسه بود یکی از این فهرست ها را جلوی صورت مادرم ورق زد و گفت بیا اسم این بچه های سیاه‌پوست را ببین، به این اسامی نگاه کن، اسم همشون کاساندراسه. مادرم با خودش فکر کرد که علت باید همین باشد. احتمالاً همین موضوع روشن می کرد چرا به جشن تولد دوستان سفید پوستم دعوت نمی شدم. مادرم همیشه اسم میانیش را به کار می برد، اما اسم اولش کاساندراست. اسم کامل من در آن فهرست کلاسی به این صورت بود: کاساندرا برن براون. اگر آفریقایی آمریکایی باشید و این اسم را بخوانید دقیقاً متوجه می شوید چرا خانواده های سفید پوست دعوتم نمی کردند. به همین دلیل گروهی از دانشجویان آفریقایی آمریکایی کارشناسی در پایان ترم کارتی به من دادند که روی آن نوشته بود بسیار خوب، تو واقعاً برن براون هستی. آنها در دوره آموزشی من درباره مسائل زنان ثبت نام کرده بودند. اولین روز کلاس وقتی به سمت میز رفتم متعجب شدند. یکی از دانشجویان گفت شما کاساندرا برن براون نیستید؟ و پاسخ دادم خودم هستم خانم.
و به همین دلیل وقتی برای شغل منشی نیمه وقت در مطب دکتر مصاحبه کاری داشتم، مصاحبه‌گر گفت شما برنه براون هستید. خب عجب سورپرایز خوبی. و بله درست است. قبل از شروع مصاحبه از آنجا رفتم. آغوش خانواده‌های سیاه‌پوست به روی من باز بود، اما همین که از در وارد می‌شدم مشخص بود تعجب می‌کنند. یکی از دوستانم گفت اولین سفید پوستی بودم که تا آن موقع به خانه آنها رفته است. وقتی 4 ساله اید و واقعا برای بازی و کیک خوردن با دوستانتان به مهمانی رفته اید، درک این مسئله دشوار است. تعلق و وابستگی در مهد کودک ساده به نظر می رسید، اما نمی دانستم چرا حس می کنم در هیچ گروهی جا ندارم. سال بعد به منطقه گاردن نقل مکان کردیم. من هم به مدرسه هالی نیم آف جیزس رفتم. من پیرو کلیسای اسقفی بودم. تنها دانش آموز غیر کاتولیک مدرسه. این که مشخص شد دین اشتباهی دارم نیز شکاف دیگری بین من و تعلق ایجاد کرد. بعد از 1 یا 2 سال من از مشارکت بیرون رانده شدن و جا ماندن من را به دفتر فرستادند. فکر می کردم خدا در آنجا منتظر من است. حداقل فکر می کردم این گونه باشد. مشخص شد اسقف منتظرم است. نسخه چاپی اعتقادنامه نیقیه را به من داد و خط به خط آن را خواندیم. وقتی کارمان تمام شد یادداشتی به من داد تا به والدینم بدهم. یادداشت این طور بود: حالا برنه کاتولیک است. با این وجود وقتی به زندگی جدیدم در نیوورلان خو گرفتم، همه چیز تا چند سال بعد نسبتاً خوب بود، چرا که بهترین دوست صمیمی دنیا را داشتم، النور. اما تغییرات بزرگی در راه بود. وقتی کلاس 4 بودم، از نیوورلان به هیوستون نقل مکان کردیم. سپس وقتی کلاس 6 بودم، هیوستون را به مقصد واشنگتن دی سی ترک کردیم. وقتی کلاس 8 بودم، واشنگتن را ترک کردیم و به هیوستون بازگشتیم. آشفتگی‌ها و نارسایی‌های معمول دوره سنی دبیرستان با دختر جدید بودن همیشگی تشدید می‌شد. تنها نکته مثبت در همه این نقل مکان‌ها این بود که والدینم جایگاه خوبی داشتند و از پس زندگی برمی آمدند. این یعنی علیرغم آشفتگی ناشی از تغییر دائم مدرسه، دوستان و بزرگسالان، خانه امن بود. حتی این حس را داشت که پناهگاهی در برابر درد بی‌تعلقی و وابستگی نداشتن است. وقتی همه چیز نقشه برآب می‌شد، من به خانه و خانواده‌ام تعلق و وابستگی داشتم. اما این شرایط هم متزلزل شد. آخرین بازگشت ما به هیوستون مصادف بود با پایان غم‌انگیز زندگی مشترک والدینم. بعد از سالها، درست در اوج آن هرج و مرج، ماجرای برکادتس هم اتفاق افتاد. وقتی در پایان کلاس 8 به هیوستون بازگشتیم، خوشبختانه زمان کافی داشتم تا در آزمون گروه رقص مدرسه که برکادتس نامیده میشد شرکت کنم. این گروه همه چیز من بود. در خانه‌ای که روز به روز بیشتر از صدای خفه و آهسته مشاجره‌های والدینم پر می‌شد و صدای آنها را از میان دیوارهای اتاق خوابم می‌شنیدم، آن گروه رقص مثل راه نجات بود. فقط تصور کنید، صفی از دختران با جلیقه‌های آبی اطلسی لب سفید، دامن‌های کوتاه، کلاهگیس‌های یک شکل، چکمه‌ها و کلاه‌های سفید و کوچک و رژ لب‌های قرمز روشن که خرامانوار وارد استادیوم‌های فوتبال می‌شوند. استادیوم‌هایی را تصور کنید که لبریز از جمعیت است. جمعیتی که نگرانند صندلی‌هایشان را در زمان استراحت بین 2 نیمه بازی ترک کنند تا مبادا حرکات هماهنگ بلند کردن پاها و رقص‌های کاملا هماهنگ را از دست بدهند. این راه فرار من بود. پناهگاهی جدید، زیبا و پر از نظمی بی‌نقص. 8 سال شرکت در دوره رقص باله کاری کرده بود که یاد گرفتن این حرکات برایم خیلی ساده شود. رژیم مایعات 2 هفته‌ای کمکم کرد مرحله بیرحمانه وزن کشی را پشت سر بگذارم. همه دختران روی تاثیر سوپ کلم و رژیم مایعات قسم می‌خوردند. تصورش سخت است که اجازه بدهیم دختری 12 ساله رژیم مایعات بگیرد. اما به دلایلی این کار معمول و متعارف به نظر می‌رسید.
تا به امروز به خاطر ندارم در کل زندگیم چیزی را بیشتر از عضویت در این گروه رقص خواسته باشم. کمال، دقت و زیبایی آن نه تنها پریشانی‌های فزاینده خانه را کنار می‌زد، بلکه هدف نهایی تعلق داشتن را نیز برآورده می‌کرد. مهمتر از همه بخشی از رویدادی می‌شدم که در آن در واقع همه چیز را با گام‌های حساب شده و همراه با هم انجام می‌دادیم. برکادتس تحقق آرزوی تعلق بود. هنوز هیچ دوستی نداشتم. برای همین به تنهایی در تمرین‌ها شرکت می‌کردم. یادگیری حرکات آسان بود. تعدادی حرکت پرتحرک با آهنگ سوانی. منظورم همان آهنگی است که میگوید چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم. کلی حرکت انعطافی همراه با حرکت سریع دستها و یک اجرای کامل از حرکات پا. از همه دختران دیگر به جز لیان بیشتر پایم را بلند می کردم. آنقدر تمرین کرده بودم که می توانستم در خواب هم همه حرکات را انجام دهم. امروز هم بخشایی از آن را به خاطر دارم. روز آزمون ترسناک بود و وقتی بیدار شدم سرم گیج می رفت. نمیدانستم به خاطر اعصابم بود یا رژیم گرسنگی که گرفته بودم. بعد از اینکه مادرم من را به مدرسه رساند هم حالم عوض نشد. حالا که مادر یک نوجوان و یک دوقلو شدم، تصورش کمی سخت است که چطور باید به تنهایی وارد آنجا می شدم. آن هم در حالی که دختران دیگر گروهی از ماشین‌ها پیاده می شدند و دست در دست هم با هم می دویدند. اما خیلی زود متوجه شدم مشکلات خیلی بزرگتری از تنها رفتن به آزمون دارم. همه دختران، منظورم دقیقاً همه دختران است، سر تا پا آماده بودند. همه‌شان لباس‌های آبی و طلایی پوشیده بودند و آرایش کرده بودند. من هیچ آرایشی نداشتم و شلوارک کتان خاکستری روی سرهمی سیاه پوشیده بودم. هیچ کس به من نگفته بود قرار است لباس مخصوص و مطابق با رنگ مدرسه بپوشیم. همه خیلی درخشان و خیره کننده به نظر می رسیدند. درست مثل دختر غمگینی بودم که والدینش دائم با هم می جنگند. مرحله وزن‌کشی را گذراندم. 6 پوند هم از وزن اعلام شده کمتر بودم. با این حال آه کشیدن دخترانی که از وزن پایین می آمدند و گریان به رختکن می رفتند معذبم می کرد. شماره هایی به بلوز های ما وصل شد و در گروه های 5 یا 6 تایی شروع به رقصیدن کردیم. با وجود سرگیجه حرکات را عالی اجرا کردم. وقتی مادرم آمد دنبالم حس اعتماد به نفس داشتم. به خانه رفتم و منتظر اعلام نتیجه ماندم. همان روز عصر شماره ها را اعلام می کردند. آن ساعتهای انتظار به کندی می گذشت. بالاخره ساعت 6:05 به پارکینگ دبیرستان آینده‌ام وارد شدیم. کل خانواده‌ام، یعنی مادر، برادر، پدر و خواهرانم در ماشین بودند. میخواستم شماره‌ام را چک کنم. بعد به سن آنتونیو میرفتیم تا پدر بزرگ و مادر بزرگم را ببینیم. به سمت تابلوی اعلاناتی رفتم که بیرون در نصب شده بود. یکی از دختران گروه آزمون کنارم بود. زیباترین و درخشانترین دختر در بین همه دختران بود. مهمتر این که اسمش کریس بود. بله، یکی از آن اسامی دختران پسرانی مطلوبی که همگی ما آرزویش را داشتیم. فهرست به ترتیب عدد بود. اگر شماره‌تان آنجا بود یعنی عضو گروه رقص شده بودید. اگر هم نبود که حذف می‌شدید. من شماره 62 بودم. چشمانم رفت سراغ اعداد نزدیک. 60، 59، 61، 64، 65. دوباره نگاه کردم. نمیتوانستم باور کنم. فکر میکردم اگه به اندازه کافی خیره شوم و دنیا بداند که موضوع چقدر برایم حیاتی است، ممکن است جادویی اسمم را پیدا کنم. با فریاد کریس از خیر مذاکره با دنیا گذشتم. بالا و پایین میپرید. پیش از آن که بتوانم آن حادثه را هضم کنم، پدرش از ماشین بیرون پرید. به سمتش دوید، بغلش کرد و او را روی هوا چرخاند. درست مثل فیلم ها. بعدن از این طرف و آن طرف می شنیدم که رقاص خوبی بودم، اما جنس جور برکادتس نبودم. هیچ پاپیونی در کار نبود، هیچ درخششی در کار نبود، هیچ گروهی در کار نبود، هیچ دوستی در کار نبود، هیچ جایی نبود که با آن تعلق و وابستگی داشته باشم. تنها بودم و این حس ویران کننده را داشتم. به ماشین استیشن برگشتم و روی صندلی عقب نشستم. پدرم ماشین را روشن کرد. والدینم یک کلمه هم حرف نزدند. حتی یک کلمه. سکوت مثل خنجری در قلب من فرو می رفت. به خاطر من شرمنده بودند و برایم احساس تأسف می کردند.
پدرم کاپیتان تیم فوتبال بود. مادرم در رأس تیم رقص خود بود. اما من هیچ چیز نبودم. والدینم مخصوصا پدرم به عالی بودن و بالاتر از همه بودن اهمیت میداد. من عالی نبودم. من بالاتر از همه نبودم. در آن لحظات برای اولین بار حتی به خانواده‌ام هم تعلق نداشتم. داستان تیم رقصم از جمله داستان‌هایی است که در صحنه بزرگتر آنچه در دنیای امروز رخ می‌دهد می‌توان آن را نادیده گرفت. همین الان هم می‌توانم هشتگ مشکلات جهان اولی را ببینم. اما اجازه بدهید بگویم برای من چه معنایی داشت. نمی‌دانم آن بی‌تعلقی واقعی بود یا داستانی بود که در سکوت برای خود ساخته بودم. اما آن روز روزی شد که دیگر به خانواده‌ام تعلق نداشتم. به ابتدایی ترین و مهمترین گروه در بین همه گروه‌های اجتماعی ما. اگر والدینم تسلیم می‌دادند یا می‌گفتند خیلی شجاعت به خرج دادم که در آزمون شرکت کردم، یا اصلاً بهتر از آن و چیزی که واقعاً در آن لحظه می‌خواستم، اگر طرف من را می‌گرفتند و می‌گفتند آن نتیجه خیلی بد بود و استحقاق انتخاب شدن را داشتم، این داستانی نمی‌شد که زندگیم را تعریف کند و خط سیر آن را شکل دهد. اما اینطور شد. شرح این داستان سخت‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردم. باید به آیتونز می‌رفتم تا نام آهنگ آزمون را به یاد بیاورم. وقتی پیشنمایش را پخش کردم فقط بغض کردم. نه برای اینکه آن موقع نتوانسته بودم به گروه رقص ملحق شوم، بلکه برای دختری گریه کردم که نمی‌توانست تسلی پیدا کند. دختری که نمی‌دانست چه اتفاقی دارد می‌افتد و چرا. برای والدینی می‌گریستم که آنقدر بدون آمادگی بودند که توانایی برخورد با درد و آسیب‌پذیری من را نداشتند. والدینی که در رابطه با من از مهارت‌های گفتگو و تسلی بخشی بی بهره بودند. یا نتوانستند دست کم بر سر راه داستان بی تعلقی من به خودشان مانع ایجاد کنند. اینها لحظه‌هایی هستند که وقتی درباره‌اش صحبت نمی‌شود و حل نشده باقی می‌مانند، ما را به سوی سوق می‌دهد که در زندگی بزرگسالی ما ناامیدانه به دنبال تعلق و همرنگی با جماعت می‌گردیم. خوشبختانه والدینم هرگز به این توهم پناه نبردند که وقتی فرزندان شما خانه را ترک می‌کنند، پدر و مادریتان نیز تمام می‌شود. درباره شجاعت، آسیب‌پذیری و تعلق واقعی به یکدیگر چیزهایی یاد گرفته‌ایم و این تا حدودی شبیه به معجزه است. حتی وقتی رنج و عذاب وجود دارد، یعنی در فقر و خشونت و نقض حقوق بشر، بی‌تعلقی به خانواده هنوز یکی از خطرناکترین دردهاست. چرا که قدرت شکستن قلب، روح و حس خودارزشمندی ما را دارد. این حس هر سه بخش وجودم را شکست و وقتی آن چیزها بشکنند، فقط یکی از این سه نتیجه به دست می آید. چیزی که در زندگی و کارم به عینه شاهد آن بودم. اول، با دردی همیشگی زندگی می کنید و با خشک و بیروح شدن و یا وارد کردن درد به دیگران در جستجوی تسلی هستید. دوم، درد خود را انکار می کنید و این انکار انتقال آن حس را به اطرافیان و کودکانتان تضمین می کند. و سوم، شجاعت پذیرش دردمندی خود را می یابید و به سطح خوبی از همدردی و دلسوزی برای خود و دیگران می رسید و در اثر آن توانایی منحصر به فردی به دست می آورید تا درد را در دنیا تشخیص دهید. مطمئناً دو مورد اول را امتحان کردم و تنها با موهبتی محض راهم را به سوی گزینه سوم باز کردم. بعد از کابوس برکادتس، جنگ در خانه بدتر شد. اغلب جنگ‌های بدون محدودیت بودند. والدینم مهارت مدیریت اوضاع به روش دیگری را نداشتند. گاهی که به خودم میگفتم والدینم تنها افرادی در دنیا هستند که برای حفظ ازدواجشان تلاش میکنند، حس شرمندگی عظیمی به من دست میداد. همه دوستان برادرم و خواهرانم که در خانه ما بازی میکردند به والدین من میگفتند خانم و آقای بی، که با آرامش خاصی همراه بود. گویی آنها عالی بودند، اما من راز دعواها را میدانستم و میدانستم متعلق به دوستانی نیستم که والدین آنها به خوبی والدین داخل تلویزیون بودند. حالا این شرم از پنهانکاری هم اضافه شده بود.
البته توانایی در جای خود قرار دادن امور با تجربه به دست می آید. من برای فهم کردن حوادث اطرافم در زمینه مناسب تجربه کافی نداشتم. والدینم هم فقط تلاش می‌کردند بدون ایجاد هر گونه صدمه فاجعه باری ادامه دهند. بنابراین فکر نمی‌کنم حتی به ذهنشان رسیده بود که درک خودشان از موضوع را با ما در میان بگذارند. با وجود این حقیقت که اخبار ملی دائما از دبیرستانم نام می‌برد و درباره تعداد زیاد خودکشی در میان دانش آموزان هشدار می‌داد، مطمئن بودم تنها کسی در شهر یا حتی دنیا هستم که در این نوع خاص از نمایشی افتضاح زندگی می‌کنم. مدتی بعد، وقتی دنیا تغییر کرد و مردم شروع کردن به صحبت درباره مشکلاتشان، متوجه شدم چه تعدادی از آن والدینی که آنها را کامل می‌دانستم، عاقبت کارشان به طلاق رسیده، از زندگی سخت مردند یا خوشبختانه در حال بهبود شرایطند. گاهی خطرناکترین چیز برای کودکان سکوت است. سکوت می‌گذارد آنها داستان‌های خود را بسازند. داستان‌هایی که تقریباً همیشه می‌تواند آنها را تنها و بدون لیاقت دریافت عشق و تعلق به تصویر بکشد. این روایت من بود. برای همین به جای اینکه بین دو نیمه بازی پاهایم را بلند کنم و برقصم، دختری بودم که حشیش را در صندلی بادیش پنهان می‌کرد و با بچه‌های ماجراجو می‌گشت و هر جایی می‌توانست دنبال افراد شبیه خود می‌گشت. هرگز دیگر چیزی را امتحان نکردم و برای چیزی آزمون ندادم. در عوض هر کاری لازم بود می‌کردم تا حس کنم من را می‌خواهند و بخشی از چیزی هستم. در همرنگی با جماعت واقعاً حرفه‌ای شده بودم. برادر و دو خواهرم طی دعواهای مداوم و هر روز بدتر از قبل والدینم معمولاً به اتاق من می‌آمدند تا منتظر بمانند دعوا تمام شود. من که از همه بزرگتر بودم از قدرت شگفت‌انگیزم در ایجاد مطابقت و همرنگی با جماعت استفاده می‌کردم تا دلیل دعوا را شناسایی کنم و بتوانم دخالت‌هایی بکنم و مسائل را بهتر کنم. می توانستم ناجی خواهر و برادرانم و همینطور ناجی خانواده‌ام باشم. وقتی کارم جواب میداد خودم را قهرمان میپنداشتم. وقتی جواب نمیداد خودم را متهم میکردم و تلاشم را برای پیدا کردن داده ها 2 برابر میکردم. همین الان که دارم اینها را می نویسم، این نکته به ذهنم رسید. در واقع همان موقع بود که تحقیق و داده‌یابی درباره آسیب و مخاطره پذیری را انتخاب کردم. وقتی به گذشته نگاه می کنم متوجه می شوم شاید حرفم را به بی‌تعلقی مدیون باشم. ابتدا در کودکی و بعد در نوجوانی سازوکار اولیه از پس بی‌تعلقی برآمدن را از طریق بررسی افراد پیدا کردم. در جستجوی الگو و ارتباط بودم. می دانستم اگر بتوانم الگوهای رفتاری افراد را شناسایی کنم و آن الگوها را به آن چیزی مرتبط کنم که آنان احساس می کردند و انجام می دادم می توانم راهم را پیدا کنم. از مهارت‌هایم در شناسایی این الگوها برای پیشبینی آن چیزی استفاده می کردم که مردم آن را می خواستند، درباره‌اش فکر می کردند یا انجامش می دادند. یاد گرفتم چطور چیزهایی را بگویم که باید و در مسیری حرکت کنم که باید. متخصص هماهنگی و همرنگی با جماعت شدم. آفتاب پرست و غریبه‌ای بسیار تنها برای خود.